رکورده. خب از کجا شروع کنیم؟ تقریبا 1 سال اینا شد. داره متی 1 سال خورده خونم اینجا بود آجی. تو این 1 سال خورده اینم اتفاق برام افتاد، نمیدونم چی تعریف کنم. بعد اومدیم توی همچین منزلی داشت مهدیمونم پشت صحنه است دیگه. بچه ها رفتن اون ور، این ورم که بچه های توره دیگه. بعد چند 1 سال خورده میریم توی یوتیوب ویدیو بذارم براتون. تو این 1 سال خیلی اتفاق افتاد، با خیلی آشنا شدم، با خیلی دیسکانکت شدم. با یه بنده خدای آشنا شدیم قبل از مهدی بچه محل خودمونه، به اسم یه بنده خدای اصلا نمیخوام اسمش ببرم، شاخ میشه بعد. خلاصه 1 سال با این رفاقت و پول بده و قرض بگیر و فلان اینا بدهش زیاد شد. تو همون دورا بود که با یه بنده خدای آشنا شدم، رفیقم به اسم نگین دوقلوان ندا. کجا رفتیم مهدی؟ رفتیم بازار پروانه نه؟ آره اونجا بود که مهدی با اینا آشنا شدم. برام بدهیت میخوای چیکار کنی اینا؟ من گفت بیا فلان جا من بهت آیفون میدم و نمیدونم 36 میلیون تومان برات شبا میکنم و گذشت اینا. بعد گفت بیا فلان جا نزدیک خونمون من برات آیفون بدم، گوشی رو بدم فلان نا. عکس فرستاد و رفتیم اونجا با 2 تا بابای اومده بود، چاقو و فلان و بیسار اینا. خلاصه کل گوشیم پاک شد متاسفانه همشون. رفتیم دادسرا، دادگاه، پاسگاه اینا انداختیم زندان. این پول منو زد، پول انگفتی دیگه نمیتونم بهتون بگم. کل این اتفاقات قبل از جنگ بود نه مهدی؟ خلاصه دادسرا، دادگاه، پاسگاه اینا خیلی ازت شدم، با اینکه شاکی بودم. متهمو گرفتیم، دستگیر کردیم، انداختیم زندان، فکر کنم زندان زنان شاپور بود، خیلی خطرناکه. این گذشت من پروندهش بسته شد به جز اون 2 نفر. نمیدونم با بسیقی گذاشتن چقدر 120 خورده پول گذاشتن بیاد بیرون. بعد جنگ شد. الان تقریبا امروز تاریخ 1 خرداد 405 82 این روزی که اینترنت نیست دیگه، قطعه. حالا من براتون میذارم اگه تونستید نگاه کنید، تونستید بعدا نگاه کنید. ران سختی گذشت. امسال کلا بی پول بودم، پروژه کدو 0 بدهی بالا بردم اولین بار تو عمرم. از اونم که فشار خانواده و خیلی اتفاق افتاد. چسناده کم کنیم. اومدیم اینجا طبیعت. بعد تو رام ویدیو گرفتم، اگه تونستم یه ویدیو جدا بذارم یا تا همین ادیت بذارم براتون. الان گوشیم کلا پاک شده دیگه. اینجا ما کانفیگ میخریم، با یه بدبختی وصل میشیم. اینم سرعتش پایینه، قیمت بالا. الان توی چند روز آتش بسیم. یه ماهی شده آتش بسه دیگه، تقریبا خدا رو شکر آتش بسه. دارم جنگ تمام میشه، این اتفاقا کلا تمام میشه بره. هوا خیلی خوب بود، دقت کردی؟ بارون اومد، هوا صاف شد. یه پارسال که اصلا شمال نیومدم، مثلا مسافرت رفتم. امسال الان برای دومین بار که ما شمال، الان با بچهای تور که بچهای دوستام ورامین اومدیم مرداب حسل یا حسل 1 سال 2 ساعت پیش لب دریا بودیم. این باره که تور اومدم. اسم تور چی بود لیدر؟ اصغر ناصری. چون پایین فکرم موزه نارمار چیندن دیگه. سابسکرایب کنید دیگه، زحمتش بکشید. حالا نمیدونم این ویدیو چقدر ویو میگرفت. تو این مدت کوتاه تو روبیکا خیلی بچه آشنا شدم. گپ بیشیا ایتی امیشلوی که بچه خوب ادیتوره دیگه. منظر نکنید مازندران زیبا. مهدی تو هم میخوای بیا توی کار. این هم داشت مهدی مونه. سلام علیکم، من مهدی ام. پارسال با هم دیگه رفیق نه؟ آره آجی ما رفته بودیم، خواستیم بریم. شما خواستیم ایران مال نه؟ نه اولین بازار پروانه رفته شما؟ آره. بادی رفتیم بازار پروانه که اینا رفتن دربند. بودیم که یه دفعه با مهدی سر خوردیم، با یه مهدی بنده خدا دیدیم اصلا بچه شهریاره بارسایی دیگه گفتیم واه اول از فوتبال شروع شد. آره آجی به دوم که دیدم اومدی با محلمون. اومدم نصفش کنم محلتون کارگاه. آره اومدیم کارگاه آشنا شدیم. راسی اردودنسی پایینم تمام شده. اینو بهتون بگم 2-3 سال دهنم سرویس شد. گپی گفتنی چیزی
من نوکرتم. یکی از بهترین رفیقاست دیگه. بچه‌هام پشت سر دارن میچرخن. جاتون خالی، خوش گذشتین. واقعا اینترنت قطعه نکن. من الان کانفیگ دارم خب، ولی مثلا همه پول داره اونجا حال نمیده حقیقتش. الان همه فصل بودن. امیدوارم اینترنت زودتر برگرده. دیشب دیشب یه اتفاقی افتاد. چند تا چیز مشروب الکلی برده بودن بهشون. سر اون ما رو می‌خواستم ببرن. آره ما رو می‌خواستم ببرن جا. گفتم بیاید مثلا اگه چیزی هست به اینجا بهم بگید فلان. نه بعد نگفتن هیچ گردن نگرفت. فقط 2 نفر گردن گرفت، بنده خدا رو بردن نور امنیت. امیدوارم که آزاد بشه ان شاء الله زودتر. سال پیش خیلی دهنم سرویس شد، یعنی سخت‌ترین سال زندگیم بود. 2 بار جنگ شد، یه بار اغتشاش شد، اعتراضات اینا شد، کارا خوابید، بیکار شدیم، اتفاقی بد برام افتاد. رفیقای اصلی موندن. آره این دایره خطی رفاقتتون رو کوچیک کنید تا ایتونسی. رفیقای خوب نگه دارید، رفیقای بد نخواهید. با هر کسی رفاقت نکنید. آره چی بشه خودتون میخواید بعد متوجه میشید دیگه. تولدمه برج 6. تولد من تولد 3 خرداد. 3 خرداد. 2 روز دیگه. از الان من تولدش تبریک میگم. یه ذوق داشتم گفتم یه ویدیو دلی بگیرم بذارم براتون. چه منظره‌ای بودم خدا وکیلی. حالا سر وضعم خوب نیست، چقدر لاغر شدم. برنامه امسال دارم عکاسی فیلم برداری شروع کنم اگه جنگ نشه. راستی یه تشکری از نگینم بکنم، اون خیلی کمکم کرد تو این مدت. آره داد سر و دادگاه پاسگاه اینا. من که رضایت ندادم به طرف، چون رضایت ندادم مجرم میشدم. پول حرف اول میزنه. قبول داری؟ پول باشه همه چی هست. آره پول باشه دوشایی. آره باغچه‌تو بیل بزن، پروانه خودش میاد. منظره رو بگید. منظره رو. خلاصه جای پارتنرام خیلی خالیه. من اینا بچه دوست داشتین حتما لایک کنید، کامنت بذارید. حالا اینترنت معلوم نیست کی وصل بشه. من ویدیو رو آپلود میکنم اگه تونستم. هوا خیلی خوبه، طبیعت. صبح چیز بودیم، ساحل بودیم، خیلی باد میومد. آره اینجوری صبح خواستیم موتور سواری کنیم نشد. والیبال بازی کردیم، گشتنی کردیم این ور اون ور. وسطی من که بازی نکردم، رفتیم اون طرف. بچه تور خیلی خوب بودن، دمشون گرم. خسته نباشی به لیدر و اسخر و بچه تور. میگم 2 خورده یک خورده 82 روز اینترنت قطعه. ببین نمیشه. من میشم 20. یا داش میتیم 20 میشه، منم که 23 میشم. اصلا بهم نمیخوره، میتینگا بزرگتره. من نمیخوره، انگار زیر 20. من از این پیرترم. هیچ وقت خانواده‌تون رو به رفیقاتون نفروشین. خانواده هر چی میگی به نفع خودتونه. بهترین رفیقام همون خانواده است. اولویت اول خودتی و خانواده‌ت، بعد پارتنر. بعد اول اینا پوله. تو پول خونه نبری مامانت برای چای نمیتونه. قبول داری اینو؟ آره پول. بعد تا میتونید پولاتون جمع کنید. بس که ارزشش داشته باشه واسه خرج کنی دلت نمیسوزه. آره بعد کسی که لیاقت نره، مثلا هم اول دید لیاقت نره سیکیشو بزنید بره. یه پادکستی شد برای خودش دیگه. 16 دقیقه ویدیو شده. دوستای خوب پیدا کنید، رفیقای خوب پیدا کنید، بر کسی اعتماد نکنید، خوشو بیش نکنید، مخصوصا تو این موقع تو شخمی. آره رازتون رو بیش کس نگید. آره گوره اسخر چی؟ نصری اجی این اسخر شبید صاحب کار من حیو. امیدوارم هر جا هستید آرزوی سلامتی میکنم براتون، برای خودتون، خانواده‌تون موفق باشید. جیبتون هم جیبتون پر پول باشه، کیفتون کوک باشه. بریم پایین، بچه‌ها دارن نهار درست میکنن، کمکشون میتید.